سلام علیکم. سلام علیکم. مرحمت شما زیاد. تا عطا قبول باشه انشاءالله. مرحمت شما زیاد. خدا حافظ شما. سلام حاج آقا. داشتم نظافت میکردم حاج آقا، شیشه ها رو تمیز میکردم، دیدم در اتاقتون بازه، گفتم همچین یه خود خاکی اینجا ترتمیز کنم. مثل اینکه من یادم رفته بود در رو ببندم. بله آقا، حتما فراموش کردیم. داشتم تمیز میکردم، یه خودم خستم نشستم روی این صندلیه. آقا سیاوش، یادم باشه یک کلید بسازم بهت بدم که اگر یه موقع خاصی بیای اینجا رو تمیز بکنی بله. مشکلی نداشته باشی. کلید برای من بسازن آقا؟ بله بله. چشم، تمیز میکنم آقا. این دستمال هم آقا کثیف شده، من برم بشورم مال استکانات. دست شما درد نکنه. با اجازه شما آقا، ببخشید. حاج آقا، یه آقایی اومدن بیرون با شما کار دارم. بگید بفرمایید تو. سلام اخوی. سلام علیکم اخوی. سلام عرض کردم حاج آقا. سلام علیکم. مرحمت شما زیاد. حال شما خوبه؟ تشکر میکنم، خیلی ممنون. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. بفرمایید. من در خدمت شما هستم. ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. یه عرض کوچولو خدمتتون داشتم. در مورد یه نفر یه سری اطلاعات بود، میخواستم خدمتتون عرض کنم. البته بر حسب انجام وظیفه. انشالله که خیره. بفرمایید. آقا سیاوش، چرا نگفتی اون آقا کیه؟ یه مزاحمه. پس میشناسیش؟ کاشکی نمیشناختمش. چی کاره هست؟ یه لجنکش شهری. چی؟ یه آدم قالتاق شهرخر. با هم اختلافی داریم؟ یه کم. به خونه هم دیگه تشنه ایم. سر چی؟ آقا سیاوش، حسین، حاج آقا از کسی تا حالا ناراحت شده؟ نه. حاج آقا معمولا از دست کسی ناراحت نمیشه. نه منظورم اینه که عصبانی بشه، بفهمه یه نفر بهش دروغ گفته. از این لحاظ میگم. اونجوری که شما فکر میکنی نه. حاج آقا معمولا برای اون کسی که کار بد میکنه ناراحت میشه. تا حالا شده عصبانی بشه؟ خیلی کم. من یکی دو بار بیشتر ندیدم. کجایی؟ نیستی؟ نه هستم. میگم آدم خیلی میتونه روی تو حساب بکنه. آدم با مرامی هستی، بچه با معرفتی هستی. لطف داریم. خوبی از خودتونه. نه اصلا تعارف ندارم. میدونی خیلی آدم میتونه روی تو حساب بکنه. میگم من میتونم به عنوان یه رفیق
با من یک دوست روی تو حساب بکنم؟ حتما. خیالتون راحت بشه. میدونی یک کاری من دارم که شاید از دست من بر نیاد، ولی تو بتونی کمکم کنی. ما همه جوره در خدمتی. منظورم اینه که شاید من نتونم برم دنبال اون کار، بسپرمش به تو. چشم. من برمیگردم. کجا میخوای بری آسیا؟ تو بشین دخالت نکن. بایسته ببینم کجا. دست تو بنداز. ببین آتیشی که تو روشن کردی مطمئن باش که اول خودت گر میگیری. دیدم دل نمیکنی از اینجا، گفتم اونا دل بکنن از تو. یه دفعه دیگه این طرفا پیدا بشه جفت قلم پاهاتو میشکنم. حسین آقا، خیلی با مزه شدی. حسین آقا، چی میگی؟ یا خیلی ترش مزه شدی. دیگه همین. این طرفا نبینمت. آقا سیاوش، حاج آقا کارتونه. ببین ارباب چی کارت داره. بودی حالا. حاج آقا میگن یه توکی پا تشریف بیارین دفتر. آقا سیاوش، حاج آقا منتظره. بگو وقتی رفتم اونجا رفته بود. من حالم خوب نیست. بگو رسیدم اونجا رفته بود. آقا من روزم نمیتونم دروغ بگم. یه کاریش بکن دیگه. حالا همه راستگو شدن دیگه. آقا حاجی میدونه شما اینجایی. خب تو سلام حاج آقا. سلام آقا سیاوش. پسرم، این زحمتی برات دارم. بله آقا. این مبلغ رو برسون به آدرسی که روش نوشتم. بیایید سعی کن زودتر برسونی تا قبل از افطار برگردی. من میبرم حاج آقا. اگه ناراحتی بگم حسین ببره. نه خیر، نه من یعنی راهی زیاد دور نیست. نه حاج آقا، هرچی اون ور دنیا هم باشه ما میریم آقا. یعنی میگم من ببرم که بیا عزیزم بگی آدرس که داری. اگر جلوت نگاه کنی هیچ وقت گم نمیشه. دست درد نکن. رسیدم بگیرم حاج آقا. نه رسید لازم است. خیلی ممنون. اختیار دارین حاج آقا. عجب آدمی این سماوات. چجوری میشه به اینجا رسید؟ 100 تومن بسه. نه آقا جون، اینو حاج آقا گفت همشو بدم به شما. حاج آقا بزرگواری کردن، همیشه به ما لطف دارن. 200 تومن نیاز داشتم که خدا 100 تومن از جای بیگبون رسوند. خب باشه، به هر حال حاج آقا فرمودن من اینو بدم به شما، رسیدم نگیرم. بعدم بزن به زخم دیگه بابا جون. شرمنده. گرفتاریه، دشمنت شرمنده باشه. لطف کنین اینو بدیم به حاج آقا. خودت میتونی. دست شما درد نکنه. بفرمایید تو. نه خیر مزاحم نمیشه. بفرم شما تو پاد درد میکنه. بفرمایید. یا علی. خدا نگهدار. با اجازه. خدا نگهدار. مواظب پاد باش. چشم. عجب آدمایی پیدا میشه. بفرمایید حاج آقا. هرچی بهش گفتم حاج آقا همه این پولو برای شما فرستاده، گفت لازم ندارم، نمیخوام. گفتم بابا جان حاج آقا گفتن که من از شما رسیدم نگیرم. گفت باشه من همینقدرشو لازم دارم. دیگه منم حاج آقا شما فهمیده بودین همه پولو بده، ولی دیگه هرچی اصرارش کردم به گوش نکرد دیگه. منم خدمت شد. عجب مناعت طبعی. مناعت طبع یعنی بینیازی در عین فقر.
البته خیلی کارش درسته. منم خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. با اینکه آدم بدبخت و فقیری بود ولی فقیر هست پسرم، ولی بدبخت نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه توکل به خدا داره، نه به بنده خدا. دست درد نکنه آقا سیاوش، به زحمت افتادی ولی خب ثواب کردی. بله. خداوند توفیق خدمت کردن به دیگران رو نصیبت کرد، باید قدرشو بدونی. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل یا یا اللهم. خب ما رو که دعا کردی بابا. حاجی دارین شوخی میکنید با ما یا اذیتمون میکنید؟ این چه حرفیه بنده خدا؟ من گناهکارتر از اونی هستم که بخوام شما رو دعا بکنم. ما کجا؟ شما کجا؟ خدا حرف یه آدمایی مثل ما رو که گوش نمیکنه که. نه پسرم، خدا به حرف تمام بنده هاش گوش میکنه. بنده خوب خدا فقط کسی نیست که کار خیر میکنه. اون کسی که اشتباه میکنه و به اشتباهش پی میبره و نادم و پشیمان میشه، اونم جز بنده خوب خداست، به شرط اینکه اشتباهش رو دوباره تکرار نکنه. میدونید حاج آقا، شما خیلی بزرگوار هستید. اگه همه آدم شانس می آوردن و با مثل شمایی تو زندگیشون آشنا می شدن، هیچ وقت به خاکی نمی زدن. ما فقط پسرم یه وسیله ای، فقط یک وسیله ای. نه حاج آقا اینطوری نیست. شما خودت خواستی اومدی اینجا، از او خواستی، اونم به جواب داد. نه حاج آقا اینطوری نیست. بله نه میدونم، اینطوری نیست. میدونم. به هر حال هرچی بوده گذشته و تمام شده. خب یا علی، بریم یه افطاری بزنیم. دست شما درد نکنه. خب آقا سیاوش، چه کار میخوای بکنی؟ بالاخره کاری، کاسبی، البته بعد از ماه مبارک رمضان رو میگم. والا حاج آقا راستش بله میدونم. پولتو بردن، خوردن، بهت نارو زدن، همه اینا درست، ولی تا کی میخوای منتظر بمونی؟ تا کی میخوای معطل باشی؟ متاسفانه بعضی از آدما آیندهشون رو فدای گذشتهشون میکنند. ببین پسرم، با خودت فکر کن که هرگز یه چنین پولی رو نداشتی. فکر کن تازه از مادر متولد شدی، میخوای یه زندگی تازه‌ای برای خودت تشکیل بدی. ببین عزیز من، این شبای مبارک ماه رمضانه، شبای بزرگیه. آدم میتونه توی همچین شبها و روزهایی خودش رو پاک بکنه، میتونه خودش رو طیب و طاهر بکنه. تو اینجور شبا سفره ضیافت خداوند پهنه. خداوند میخواد به هر بهانه‌ای گناه بنده هاش رو پاک بکنه. از این شبای احیا استفاده کن بابا، سعی کن ازش بهره مند بشی.
سعی کن دستشون ندی. من با چند نفر راجع به تو صحبت کردم. بعد از ماه مبارک دلم میخواد دست بذار روی زانوت، یه یا علی بگی و از جات بلند شی، زندگی تازه‌ای رو برای خودت شروع بکنی. من نمیدونم چجوری از شما تشکر بکنم حاج آقا. فقط یا علی. یا علی. نوشه جان صرف شده. بفرمایید. آقا کرامت کجاست؟ خب منم آقا کرامتم دیگه، مگه من برگ چغندرم با اینه که؟ برگ چغندر نیستی با این که. میگم خودش کجاست؟ من پسرشم. بابام بعد از افطار یوهی حالش بد شد بردنش بیمارستان. چه شده حالا؟ احتمالاً ضعف کرده بود، نمیدونم. آخه صبح سحری نخورده بودش. حالا تو مواظب باش. نه بابا من حواسم جمعه، من به خودم میرسم. بفرمایید شما هم یه دقیقه بخورید. خیلی ممنون صرف شده. دست شما درد نکنه. بفرمایید. نه خیر خیلی ممنون. بفرمایید. آدم 13 لقمه جا داره. خلاصه تعارف نکنید دیگه، اینجا خونه خودتونه، بخواید تعارف کنید نمیشه. چاقو رو کجا گرفتیم؟ اگر این مغازه اینجا ما چون کاسبیم بچه محلشیم ما کبابای خوب میده. این کلید ما رو بده. اتاق چندید؟ 24. بفرمایید. آقا سیاوشی، خب بالاخره حسابتون سنگین شده دیگه آقا سیاوشی. بابا گفته. چشم. میدونی اصلا فکر میکنم دوباره به دنیا اومدم. از اول شروع میکنم. ای خدا بگم چی کارت کنه اصلا. دلم نمیاد. خدا بیامرزتت. فکر میکنم طلاهارم با خودت بردی اون دنیا. ای به گور بابای این طلاها که ما رو تا کجا کشوند. نه دیگه وسوسه نمیشه. راهو پیدا کردم اصلا. راه خوب، حال خوب، یه دل خوش. ببینی مگه مرض دارم خودمو بریزم توی هچل؟ راستی اصلا میخوام بچه بشم. یه سر و سامونی بگیرم. آره یه سر و سامون. دیگه از این در به دری خسته شدم. آره راهش همینه. غیر طلاها رو میزنم. ولش کن. خب اصلا بذار خود پلیس طلاها رو پیدا کنه. جون تو. آره مادرم از شهرستان کشوندم آوردم تهران. حالا پس من چیکار کنم؟
چیزی شده مهتاب خانم؟ چرا اینجوری شما؟ چیز مهمی نیست. درست میشه. حالا مادر خوبه؟ حالش خوبه. پس شما چرا اینجوری پس؟ راستش مادرم یه عمل سنگین قلب داره. چیکار باید کرد؟ هیچ. شما خودتون ناراحت نکنین. یه مقدماتی لازم داره که چه مقدماتی؟ درخواست وام کردم. هنوز جور نشد. پول لازم دارین ها؟ خیلی زیاد. چقدر؟ حداقل 4-5 میلیون تومان. شما خودتون ناراحت نکنین. به اندازه کافی بهتون توی مدت زحمت دادیم. اختیار داریم. این حرفا چیه میزنین؟ حالا خدا بزرگه. یه کاریش میکنیم. شما برو پیش مادر تنها نباشه. درست میشه انشالله. برید. خانم مهتاب، رو من حساب کنید. من درستش میکنم. جلوش نکنم. باور کن دلم با قولیه که به حاجی دادن که قید طلاها رو بزنن. خودت میبینی که راست میگم. مگه نباید آدم به مردم کمک بکنه؟ پس شکستن قول نیست، چون واسه خودم نمیخوام. فقط یه خودش رو بردارم برای این مادر مهتاب خانم که میخواد بره بیمارستان عمل بکنه. یه خودشم واسه این که همچین یه زندگی ساده ای رو آدم شروع بکنه. نه این که فکر کنی به خاطر این 5 سالی که تونشی دادم. نه، فقط واسه خاطر اینه که مهتاب خانم خوشحال بشه.
بابا نکنه رو آب عمل نکنه. کمرم درد گرفت. یه کاسه این بزرگتر توی مسجد نی. ای خدا بگم چی کار کنه اصلا. چه روزی ما رو انداختی. چه روزی ما رو انداختی. ای خدا بگم چی کارت کنه. آقا سیاوش اون تو چی کار میکنی؟ حاج آقا داشتم آب حوض میکشیدم، دنبال یه فرچه میگشتم، همچین با یه کاسه بزرگتر. سبکم الله بالخیر. والعافیه؟ فرچه برای چی؟ حاج آقا این ببینید کف حوض خود همچین چیز شده تمیز بشه حاج آقا. آقا همین دیروز حسین آبش خالی کرده. نه دیروز نبود حاج آقا، بعدم دیروز همچین آب چی بود، تیفان چیه، باد و خاک و اینا گرفت حاج آقا. خاکاری خین تو. آقا سیاوش اسراف حرامه، اونم تو این وضع کمبود آب. نه حاج آقا حالا که آب داریم میکشیم، بعدم اون چاهایی که اون آب چی میکنیم، آب چیه، آب چاه میریزیم توش حاج آقا. ببخشید کارتو بکن. زنده باشی. ببخشید. مردمیان زشته حاج آقا. شما خوبین حاج آقا؟ شما خوب باشی. یالا بگم چیکارت کنه اصلا. آش توفیقم بیکاره هر دقیقه میاد تو مسجدا. آقا سیاوش من آقا یه آدرس بهت میدن، میری یه فروشگاه لوازم خانگی فروشی، چشم یه یخچال هست اونجا، میگیری میبری میدی به اون آدرس. چشم جهیزی هست البته. به 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 به. آقا این یخچال خارجی های خوبه دیگه. نه چرا خارجی پسرم، ایرونیه. ایرونیه؟ بله. بله. ایرادی داره؟ نه حاج آقا چه ایرادی داره؟ خیلی هم خوبه حاج آقا. توی جنسای ایرونی جنس خوبم خیلی پیدا میشه. بله حاج آقا بله همینطوره. اگر مردم فقط به جنس خارجی فکر کنن و جنس ایرونی نخرن، در نتیجه تمام کارخونه‌های این مملکت ورشکست میشن، در کارخونه‌ها بسته میشه، جوونا همه میشن بیکار. بیکاری هم که ام الفساده. بله. جوانم که بیشتر از هر چیز دیگری و هر سن دیگری در معرض حرام و حلال هست. بله حاج آقا. اصلا بیکاری آقا هر کی بیکار باشه میزنه به خاکی حاج آقا. ایوالله. شما درست میگید. ایوالله. پس اجازه بدید من این آدرس بدم خدمت شما. چشم حاج آقا. سراح امین حضور. بلد حاج آقا اونجا رو. بله بسیار عالی. بلدم. رانندگی که بلدی آقا سیاوش. اختیارات این حاج آقا. 20 سال پیش من گواهی نامه گرفتم، هم یک هم دو با هم. هر دو رو با هم گرفتی؟ با هم حاج آقا. ماشاءالله. زنده باشین. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار خوب. زنده باشین. حاج آقا وانته طرح ترافیک داره؟ طرح ترافیک اونجایی که شما تشریف میبرید چیز نیست، توی منطقه طرح نیستش. بله. این وارد حاج آقا توفیق دم در مسجده. بله حاج آقا چشم. راننده‌اش ظاهرا حالش خوب نیست، اینی که زحمتش افتاد به گردن شما. شما وظیفه. بیا عزیزم. خدا شفا بده ان شاء الله. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه حاج آقا. ببخشید آقا سیاوش. حاج آقا اختیار شرمنده نکنین با این حرف حاج آقا. خواهش ما بیشتر از اینا بدهکاریم به شما. قربان شما. زنده باشین. فرمایشی ندارین؟ مرحمت دستوری شما. ندارین؟ سلامت باشید. دست شما رو میبوسم حاج آقا. با اجازهتون حاج آقا. مرحمت شما. خدا حافظ شما.
یه مسافرت راه بود بابا. ای تیر قیب گرفتار شدین. تو به تو نمیدم دیگه. بری گمشین. باشه حالا میام. باز کنی خانم. از طرف آقا سماوات اومدم خدمتتون. بله اومدم. بیکار این سماوات ما. سلام علیکم. سلام علیکم. زدن شیشه ماشین ما رو شکوندن. ای با شرمنده ببخشید. دشمنتون شرمنده باشه. از طرف آقا سماوات براتون امانتی آوردم. دستتون درد نکنه حاج آقا، حالشون خوبه؟ الحمدلله خوبه. خیلی ممنون، زحمت کشیدین. تو رو خدا دهن روزه شرمنده هست. دشمنتون شرمنده باشه. کسی هست کمک بکنه یخچال رو بزنین پایین؟ بله. پسرم. نگاه کن. وان هستین توپ بی توپ. سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ قربان شما. سحری خوردی؟ قربان شما. بیا کمک کن یخچال رو بزنین پایین، آب پاچه هم زندگیمون نبردن. شرمنده ببخش. اجازه من این کتمو یه کت نمیخواد در بی بابا جون. شرمنده کرد. من جلو رو نمیبینم ها. من حواسم هست. یواش برو. من جا دست ندارم. برو. چرا کج میری؟ فکر کنم همینجا جاش خوب باشه. نه برو جلوتر. بغل این دره بذارش که خوب اینجا. تو کمک کن از این ور. بیا کمک. یواش نزن زمین اینجوری. بلند کن. صافش کن. خیلی خوب. دستتون درد نکنه. سرت درد نکنه. دیگه کاری نداره دیگه. تصمیماشو ببرین و راحت ببرین تو. بله چشم. به مادرت بگو این فرمایشی دستوری ندارم ما بریم دیگه. ایشون مادر بنده نیستن. مادر نامزدم هستن. بله. پس شادومات شدی. با اجازه. به سلامتی انشالله. حاج آقا انقدر به ما لطف کردن که من نمیدونم چه جوری جوابگو باشم. حاج آقا به همه لطف میکنن. به همه لطف میکنن انشالله. یه خواهش داشتم. بفرمایید. حاج آقا میدونن که من امکانات آنچنانی برای یه عروسی مفصل ندارم. خب با خانمم که مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگه حاج آقا اجازه میدن عروسیمون توی مسجد باشه. چی باشه؟ خب تو مسجد باشه عروسیمون. عروسی تو مسجد باشه؟ بله مگه مسجد. از کی تا حالا عروسی تو مسجد میگیرن؟ چه حرفایی میزنین شماها؟ از خودتون مد در میارین؟ آخه من شنیدم یعنی چی آقا؟ این حرفا رو نزن. مسجد جای روزه و نماز و پیغمبره. دیگه این حرفا نزنی ها. باشه فراموشش کنی. عقدم کردین یا فقط نامزدیه؟ خدمتتون عرض میکنم عقد که نه، یعنی عقد رسمی نه، ولی خب محرم شدیم. خب فرقی نمیکنه دیگه، اب نداره. فقط چیزی که هست من خودم یه ویلایی دارم. خب بله. با حاج آقا مشورت میکنم اگر اجازه داد عروسیتون رو همونجا برگزار میکنم. شما درست دارین. خیلی خوبه؟ ممنون. دستتون درد نکنه. خیلی خوب. به مادر بگو اگه فراموش نکنه بریم. دستتون درد نکنه. خیلی زحمت کشیدین. سر شما خیرتون بده. اختیار دارین. زنده باشین. وظیفه بوده. کاری نکردیم ما. خیلی ممنون. شما تشکر میکنم. زنده باشین. سلام منم خدمت حاج آقا برسونید. بزرگی شما رو میرسونم. بگید توی این ماه مبارکی من و پسرم هم از دعا فراموش نکنن. حتما. چشم. آخه حاج آقا خیلی به گردن ما حق دارن. بله 100%. حاج آقا گردن کی حق ندارن حاج خانم؟ بله، گردن البته. همه حق دارن. این پسر منو میبینی؟ بله. شیفته مرام حاج آقاست. باریکلا. همه شیفته مرام حاج آقا هستن. زنده باشین ان آره بله. تشکر میکنم. میگم اسم شما چیه؟ حمید جان. جانم. یه چیزی میخوام بهت بگم. با ما یه رفیقا. بریم. مخلص شما. اختیار داریم. جانم. صبح که خواب پا میشی، خب. بله. یعنی فکر کن همین امروز به دنیا آمدی. همین امروز متولد شدی. گوش کردی یا نه؟ دیگه به گذشته فکر نمی‌کنی. چی؟ به آینده فکر می‌کنی. بله. چرا؟ چون تو دیگه خانواده دار شدی. مسئولیت سنگینی به عهدته. گوش کردی؟ دست میگیری به زانوتون میگی یا علی مدد. بله. خب صبح به صبح میگی که سبکم الله و بالخیر و العافیه. بله. خب البته میگم اینا رو. آفرین. روز تو با این شروع میکنی. جواب میگیری. بله. تو مسجد هم میری؟ مسجد رفتنشون اصلا ترک نمیشه ایشون. باریکلا. آفرین. ما تو مسجد دنبال چی میگردی؟ قصد قربت. قصد چی؟ قربت. قربت چرا؟ خب کارو باید به نیت قربت الله باشه دیگه. آفرین. راست میگی. باریکلا. ای دیار آرزو کوی یارم کوی یارم